آقا از پریروز که کمپین وکالت به جناب آقای پهلوی را افتاده، به یه سری از دوستای چپ و دوستان تجزیه طلب فشار اومده. حالا یکیشون خانم اسما بلوچه که حالا دیدم میگه آره کلاه 57 سرمون نره و فلان بیسا. کلاه 57 و خانم اسما بلوچ شما مذهبی ها سرمون گذاشتید، شمایی که الان فقط جمعه تا جمعه واسه نماز جمعه رفتنتون بلند میشین. کلاه 57 و امثال توی سرمون گذاشتن که تا 2 سال پیش از چند همسری دفاع میکردی. امثال شمایی سرمون گذاشتن که رفتین سوریه با همسرتون و عضو داعش شدید و از اونجا اومدید ترکیه، از ترکیه قاچاقی اومدید سوئد و هنوز اقامت ندارید. خانم اسماعی بلوچ، مواظب باش چجوری حرف میزنی و در مورد چه اشخاصی صحبت میکنی. نه شعور سیاسی داری نه سواد سیاسی. کاری نکن مثل خودت باید برخورد کنن. حد و اندازت رو بدون و بدون چقدر باید حرف بزنی، کجا باید حرف بزنی، کجا نباید. دفعه بعدی اینجوری نمیگم، میام بالا سرت تو همون شهری که هستی. آقا از پریروز که کمپین